سلام دوستای عزیزم. یه بازی جنگی خیلی قشنگه، مربوط به جنگ جهانی میشه. خیلی بازی خوبیه چون بهمون یار میده و یه سری افرادی رو میده که تو این جنگ ما پیروز بشیم. البته ما که همیشه پیروز هستیم. این شعار منه. خب بریم که این بازی رو شروع بکنیم و ایشالله که بتونیم برنده بشیم. بریم ببینیم چجوریه. خب عرضم به حضورتون که این من هستم، اینا افرادمونن. این آبیا ما، این قرمز هم دشمنا هستن. الان من با اجازهتون میزنم دهن این دشمنا رو یکی یکی سرویس میکنم. اینا یکی یکی کشتمشون. یارا برید. یارای ما هستن که دارن به سمت دشمنا حرکت میکنن. منم الان اینجا پشتیبانیشون میکنم و اگه ایشالله خدا بخواد پدر تک تکشونو ایول دهنشون رو سرویس کردم. ما اینجا میتونیم پناه بگیریم. اینجا اینا پناهگاه ماه. اینجا پناهگاه ماه. من زدمشون. حالا باید دوباره پناه بگیرم. هنوز باز مثل این که نه کشته شدن. خدا رو شکر همشون کشته شدن. نه مثل این که اینا زنده. یا این طرف یکیشون هم که اینجاست. کشتمشون. حالا یه تعدادشون اینم که دشمنه. اینم بزنم لهش کنم. خب اینم ترتیبشو دادم. خدا رو شکر تا اینجا خیلی خوب بود. ما پیروز شدیم تقریبا. تا اینجا تونستیم منطقه رو از دست دشمن بگیریم. اینا البته بیشتر دشمنن تا دشمن. اینم دشمنا رو بزنیم دهن تک تکشون رو سرویس کنیم. چقدرم که من نمیدونم یارای من کجا رو میزنن که من خودم افتخار ترکوندن اینا رو بیشتر من دارم تو یارای خودم. همشون رو من زدم تو الان ترکوندم. حالا بقیه یارای من نمیدونم چیکار دارن میکنن واقعا. خب اینم از این. یارای من اونجا هستن. 10 نفر آدم دارن با یه نفر میجنگن. خیلی جالبه. حالا ببین من ترتیب یه نفرم من میدم. نه 3 نفرم ولی خب الان همشون رو خودم میکشم. میزنم لتو بار میکنم. مثل این که این دشمن اینا 6 داره در میره. ما پیروز شدیم. بله ما پیروز شدیم.